سلام عرض کردم دوست عزیز. سلام علیکم. شما خودتون معرفی بفرمایید. بله، بنده اسماعیل شریفی هستم. بله. چند روز شما اعتصاب دارین اینجا، اعتصاب جمع شدین اینجا؟ حدوداً 42 روز میشه اینجا هستیم. 42 روز. بله. چند روز 6 نفر دوستان عزیزی که ما اینجا هستن اعتصاب غذا. 6 نفر بچه امروز روز ششمشان هستن که اعتصاب غذا کردن و لباشون انداختن. حدوداً ما 40 روز 42 روز اینجا هستیم و حدود 37 روز که اینجا بودیم. بله. نامه‌های ما به وزارت کشور و سازمان ملل و رسانه‌ها روان کردیم و هیچ جواب به ما ندادن. بعد بچه‌ها تصمیم گرفتن که اعتصاب غذا و لباشون انداختن. بله. و چی تقاضا دارن دوستان عزیز، چه داخل کشور چه خارج کشور هستن؟ تقاضای ما این است از همه هموطنان عزیز افغان و فارسی زبانایی که عزیز در هر جا چه بیرون از یونان چه داخل یونان هستند، تقاضای ما این است که فقط جمع شوند جلوی سفارت یونان. تنها کمکی که میتونن برای ما و برای عزیزان بکنن فشار بر روی سفارت یونان و این حرکت خیلی کمک زیادی برای همه مهاجرین و این عزیزان میکنن. بله. تعداد چند نفر انتصاب 6 نفر هستن. امروز روز ششمشون هستن. تعداد 6 نفر. بله. چیز دیگه داریم؟ تشکر از تمام هموطنان عزیز و فارسی زبان‌های عزیز که در این باره ما را کمک میکنن و همدردی خودشان را با این عزیزان اعلام میکنن. بله، تشکر.